این یکی از بهترین روش‌هاییه که من باهاش زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و ایتالیایی یاد گرفتم و نمیدونم چرا به اندازه کافی در موردش صحبت نمیشه. سلام، من مهسان و خوش اومدید به 5 روز 5 روش یادگیری رایگان زبان روز سوم. همه دوستای نزدیک من میدونن که من تمام زندگیم رو ابسست و شیفته سلینا گومز بودم و همیشه دوست داشتم که بتونم همزمان باهاش آهنگاهاش رو حفظ باشم، بخونم و لهجه‌ام مثل اون باشه. و در تایم آزادم عادت داشتم که متن آهنگاش رو پرینت بگیرم و همزمان دهها صدها بار باش بخونم و حفظ بشم. و بعد یه مدت هم این کار رو برای زبان اسپانیایی و آهنگای مورد علاقه‌ام در زبان ایتالیایی هم انجام دادم و این حجم خیلی زیاد از جملاتی که من حفظ بودم خیلی به من کمک کرد که بتونم با اعتماد به نفس بیشتری صحبت کنم و روونتر هم صحبت کنم. این روش رو اگر علاقه‌مند باشین انجام بدین، یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری لغات جدید، تلفظ درست کلمات و داشتن یک اکسنت خیلی خوبه. برای دونستن راهکارهای کاربردی یادگیری زبان جدید پیجمو داشته باش.